سده اونطوری که در داستان ما هست یه روزی است که آتش پیدا شده است، همونطوری که در شاهنامه میخوانیم که هوشنگ با چند تن از همراهانش از کوهی میگذشت که ماری دید، سنگی برگرفت به طرف اون مار انداخت، این سنگ به سنگ دیگر خورد و یک جرقه‌ای پیدا شد که این بار اول است که به عقیده ایرانی ها آتش پیدا شد و بعد همون جرقه را به او کمک رسوندن، هیزم و غیره و او را نگه داشتن. اون چنان که ما میدانیم هر یکی از اقوام قدیم روی زمین مانند هندوان و یونانیان و چینیان هر کدامشون پیدا شدن آتش را به خودشون نسبت میدن، برای اینکه یک عنصر بسیار مفیدی است و لازم. این است که ایرانی ها هم این را پیدا شده در ایران و به دستیاری هوشنگ میدانند. همونطوری که در شاهنامه هست این آتش وقتی که از رسیدن از سنگ کوچکی به سنگ بزرگی پیدا شد و بعد او را نگه داشتن و به نام سده خوندن. بعد در شاهنامه میخوانیم ز هوشنگ ماند این سده یادگار که خیلی معروف است. اما از اینکه این جشن از کی در ایران معمول بوده است بایستی خیلی ریشه کهنسالی داشته باشد. ما نمیدانیم که از کی این جشن رو میگرفتن، همینقدر میدانیم که تاریخ باستانی ایران با آتش در همه جا دیده می شود، چون یک عنصری بوده است که پیش ایرانی ها به خصوص مقدس بود. آتش افروزی در هر موقعی در هر جشنی معمول بود، هیچ جشنی در ایران نبود که با آتش افروزی پیش باز نشود. از اینکه چرا این را سده میگویند، اونطوری که ابوریحان بیرونی در کتابش التفهیم ذکر کرده است که 50 روز و 50 شب و نوروز مونده است، این درست نیست. یقین این است که 100 روز از زمستان بزرگ سپری شده است. بله. که زمستان بزرگ پیش ایرانی ها از آبان شروع می شد که 5 ماه زمستان بزرگ بود و این به واسطه این که اینقدر از روزهای افسرده و سرد سپری شده است رو به فصل خوبی می روند. این برای شادمانی، اظهار شادمانی است از برای پیش آمدن فصل تابستان که فصل ایزدی است و فصل زندگانی است. اونطوری که ما میدانیم این جشن سده در سراسر ایران برقرار میشه.